اینا بر من میشه بگوین شما چرا به خدا عقیده نداری؟ خب حداقل به الله اسلام عقیده ندارم، به خاطر که اگر الله اسلام خالق جهان باشه نمی آید که برای پیامبر خود زن پیش کنه و زنان را در آغوش گرم محمد بته و محمد را بر زنان برتری بته و زن را ناقص العقل بگوید، زن را نادان بگوید و بگوید با کودکان ازدواج کنین. اگر چنین خدای وجود هم داشته باشه، من در برابر اون خدا در اون روز محشر قرار است ما را محکمه کنه، استادگی میکنم و ازش میپرسم که چرا باید مادر من ناقص العقل باشه. خب یک چند کلیپ ما دارم که اگر اجازه شما باشه که من این کلیپ ها رو بگذارم. کاوش جان اجازه تان است که من یک 4 کلیپ دارم، من این کلیپ ها بگذارم که هموطنا ببینن، به خاطر از اینکه همین آیاتی را که شما ترجمهش در شروع گفتین، چند آیات در شروع ترجمهش گفتین، به اساس اینمی آیات که دمی روزا در صفحات فیسبوک امی صحبت های ملا صاحبا بسیار رد و بدل میشه در صفحه فیسبوک. اگر اجازهتان باشه که من میره بگذارم که خب بیننده عزیز بیاین که بریم این ملا رو بشنویم که این ملا هر گپی که میزنه از قرآن میزنه و از میگه که پیامبر اسلامی گپا رو زده. آیا شما هموطنایی که در سر تا سر دنیا هستین، مرد و زن، گپای از این ملا رو قبول میکنین؟ با هم نگاه میکنیم. دوستای عزیز، ما قبلا براتون گفتم حجاب در 70 احادیث گوهربار رسول نازنین و در 7 آیت قرآن دستور میده زنان مسلمان و دختران مسلمان را که شما حجاب بکنید. در قدم اول، در مرتبه اول حجاب برای یک زن مسلمان 4 دیواری خانش است. علما نشسته است زنان و دختران بدون ضرورت از خانه باید بیرون نشود. اجازه نیست که زنان و دختری مسلمان در مکاتب، پاهنتون به همین شرایطی گذشته یا در دفاتر بدون شرایط باشد، هیچ جواز ندارد. اجازه کار برای هیچ زن مسلمان در هیچ جای دین جای ندارد. اما امروز رسانه ها، صفحات اجتماعی، بلکه در میان همه ملت ها حقوق زن نادیده گرفته شده. چرا؟ به خاطر زنها در مکاتب، در دفاتر دیده نمیشه. گفتم قرآن عظیم شان در قدم اول تو زن مسلمانه فرمان میده که اگر ایمان با خدا و پیامبر داری و قرن فی بیوتکن. این گپی خدا هست، این امری الله هست. الله میگه تو زن مسلمان ضرورت نیست که به دفاتر بروی، ضرورت نیست که از خانه بیرون شوی به خاطر کار.